اگر بین 16 تا 25 سالت نیست اصلا این ویدیو رو نبین، بکارت نمیاد، حرف دلت هم نیست، رد کن بره. 16 تا 25 ساله ها دقیقاً تو همین 1 سالی که گذشت 10 سال پیر شدن. خودت میدونی که چرا میگم این 1 سال. 19 تا 25 ساله ها مهاجرت رفیقاشون رو دیدن، رفیقاشون که به خاطر شرایط بدشون رو به اعتیاد آوردن و دیدن، همسن و سالاشون که به خاطر صرفاً داشتن یه دوست دختر یا دوست پسر ساده توسط پدر مادرشون به قتل رسیدن رو دیدن. هم پراید 5 تومانی هم پراید 300 میلیونی رو با هم دیدن. سقف 40 متری 5 میلیاردی هم دیدن. تا دلت هم بخواد خانواده‌های تاکسیک دیدن. الانم من اینا رو نمیگم به خاطر اینکه فکر کنید مثلا نسل ما نیاز به ترحم یا انتظار محبت از کسی داره. نه اصلا. فقط یه چیزی میخواد نسل ما: توقع درک شدن، مقایسه نشدن، قضاوت نشدن. همین. به قول عالی جناب سعدی که میگن امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امیدی نیست.